برنامه اخباری آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. شعله گلخوجه هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 12 می. سیل در تاجیکستان 9 نفر را کشت و به 15 ناحیه زیان رساند. بعضی از ساکنان مقامات را برای آمادن نبودند به چنین وضع تنقید میکنند. مردم عذاب میتنین همه کجا شد همه خصومی که همه لنبه دختر صورت‌های همراه با عزت امان را نیست کند. خویشاوندان همکاران این حامی حقوق شناخته را در تاجیکستان بازپرسی کردند. گناه را به گردن نمیگیرند. تاجران تاجیک میگویند آنها سببگار بلند رفتن نرخ در بازارهای تاجیکستان نیستند. ولی که خیلی گمرک می قیمت های چون نبره گمرک هم میگن با من تو صادرات خمیره میکنیم مقصد. روز گذشته در اکثر مناطق مرکز و جنوب تاجیکستان باران شدید بارید که سیل‌های خرابی آوری در پی داشت. حالا کمیسیون ویژه اوید به ارزیابی حجم ضرر و برطرف نمودن عاقبت‌های آفت‌های طبیعی اخیر در ولایت ختلون قرار دارند. تاکنون حجم دقیق ضرری رسیده از آفت طبیعی در کشور و به خصوص شهر کولوب اعلان نشده است. طبق حساب‌های پیشکی تنها در منطقه کولوب صدها منزل ساکنان از سیل‌روی ضرر دیدند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد. طبق آخرین خبرها تعداد قربانیان سیل روز 11 می به 9 نفر رسیده است. از اینها 3 نفرشان ساکنان ناحیه شمس‌الدین شاهین، 3 نفر از شهر کولوب و 3 نفر دیگر ساکنان شهر حصار، وخش و کوشانیان هستند. از 9 نفر قربانیان حادثه تا این لحظه نام 3 نفر آنها برای ما معلوم است. یکی از آنها بختیار خالف ساکن 34 ساله ناحیه کوشانیان می باشد. نزدیکانش به رادیوی آزادی گفتند که او راننده ماشین بارکش بود و وقت آمدن سیل در راه باختر دنقره قربان شد. در سیل روز 11 می همچنین محمد سید احمد و بختاور مراد ساکنان دهه چگم ناحیه شمس‌الدین شاهین هم به هلاکت رسیدند. محمد سید احمد همگی 10 سال داشته است. طبق اطلاع دریافتی 3 ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین که دیروز در وقت آمدن سیل به هلاکت رسیدند در داخل ماشین بودند. مقامات گفتند مسافر چهارم این نقلیات مجروح است و فعلا بستری می باشد. مقامات گفتند سیل روز گذشته بیش از همه به شهر کولوب آسیب رسانده است. فعلا یک هیئت حکومتی زیر رهبری نخست وزیر قاهر رسولزاده در شهر کولوب قرار دارند. صبح امروز آنها در شهر کولوب اوید به اون حولی‌هایی که ضرر دیدنی کردند و در صبح بعد از بازگشتن از این حولی‌ها جلسه فوری هم برگزار گشت که در آنجا اون دستوری که از جانب سرور دولت پیشنهاد گشت با کارمندان متصدی و از آن جمله راهبران رسانیده شد. مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند آفت طبیعی یک روز پیش در عموم به 15 ناحیه کشور ضرر رسانده است. از جمله سیل به منزل و مال و ملکی برخی ساکنان ناحیه رشت، ورزاب، سنگوار، یاوان، خراسان، دوستی، وخش و مومن آباد ضرر رسانده است. همچنین راه درواز خاروق و راه کولوب درواز هم از سیل روز گذشته زیان دیدند. دفتر مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید خطر بارانگری و آمدن سیل تا 14 می زیاد است و ساکنان باید احتیاطکار باشند. ولی برخی از ساکنان به خصوص آنهایی که ضرر دیدند مقامات را برای آماده نبودن به چنین وضع تنقید کردند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با رئیسان ناحیه‌های ولایت ختلون که از آفت طبیعی شبانه روز گذشته ضرر دیدند تلفنی صحبت کرده است. طبق خبر دفتر مطبوعات پرزیدنت امامعلی رحمان دستور داده است که برای برطرف کردن عاقبت‌های سیل و کمک به آسیب دیدگان چاره‌های بی‌تأخیر اندیشیده شوند. در همین حال برخی ضرر دیدگان از دریافت نشدن کمک‌های ضروری شکایت دارند. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. هیئت دولتی با راهبری سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده از یک سو و ساکنان کولوب از سوی دیگر آسیب را می‌شمارند که سیل به خود آورد. تلفات جانی مخصوصاً مرگ کودکان همه را آشفته و غمگین کرده است. اوجا رفتیم گودک‌ها را بازور گرفتیم. 5000 با شگرانه که خمونای چی نشید. یکی با بیگ باشه و با اینجا چاپا شوان نمیدونم اول چی میشه. این ماشین تمغه تنگیم هست.
او را سیل از محله کوهندیار به این مکان آورده است. ساکنان میگویند که در درونش 6 نفر آدم بوده است. جسد راننده و یک زن پیدا شده است. سیل 2 ماشین دیگر را به محله خطیراه آورده است. شادی براتوف که خانه‌اش از سیل ضرر دید میگوید همه غافلگیر شده. این همی در برومیم کیس درومد یک اومد یک برومد اساس همین خانه بود که فون یکی را. سبب آبخیزی را در باران سخت میبینند که بعد نصف روزی 11 می در کلاب 15 دقیقه بارید. دهها خانه و پل راه را در چند گوشه شهر ویران کرد. سیل راههای تیبلای هم پری آب شد، اما این بار استوار بود. هرچند ساکنان چرمگران پایان که سالهای پیش سخت آسیب دیده بودند نگران میکرد. این همیجا سر شیده بود بابا اونا شته بوده است اونا همش دست خدشان در خدشان همی سنگا و میکنن با مردم عذاب میتنین همی کجا شده همی قسومی که همی لنبه دختر. کوچه مرکزی شهر کلاب سیل راهی درآمدگاه شهر را تخریب کرده است. آفت راهی درآمدن به شهر را بست و سر از دیروز مقامات برای باز کردن راه دست به کار شده اند. برخی از ساکنان میگویند مقامات میبایست چاره‌های پیشگیری کننده میدیدند. همین غارمون هم همین راه بود نداریم یگان چی کانالمون لو بلاو شده اینا خونه برآمدیم نمیدونیم کجا بریم خیلی یگان دستگیری میکنه. از این لطو کوچه شهر هم اجو اینا خونه را اوغلو را هم اجو زد به خونه را کوکه کافی ده گرام بیده. محله صادقوف گوشه دیگری ضرر دیده شهر. آبخیزی ساکنان این محله را مجبور کرد که از تیریزه و بالای بام خانه ها فرار کنند. مقامات در کلاب میگوید که سیل روز 11 می نه تنها در کلاب بلکه ناحیه شمس‌الدین شاهین، مومن آباد و خاولینگ هم باعث ویرانه ها شده است. محمود جان رحمتزاده، رادیو آزادی، کلاب. برنامه را ادامه میدیم. همکاران عزت امان حامی حقوق مهاجران در روسیه میگویند پیوندانشان را در تاجیکستان مقامات انتظامی برای بازپرسی دعوت کرده از آنها زبان خط گرفتند. از جمله بختیار جمعیف حقوقشناس تاجیکی مقیم مسکو در صحبت با رادیو آزادی از فشارها در نسبت خانواده‌اش در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. میرزا نبی خالقزاد این موضوع را پیگیری نمود و حالا در استودیو همراه ماست. درود بر شما. آیا بختیار جمعیف توضیح داد که مقامات انتظامی از پیوندان او چی میخواهند؟ بله شهلا ما با حقوقشناس با خودی بختیار جمعیف صحبت داشتیم و گفت که پدرش را مقامات از راه دور از پنجکین به دوشنبه آوردند و همچنین همسرش را که دانشجو بوده است دعوت نموده در ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته اوباب تاکید کردند که او به وطن برگردد. جمعیف با ما از بیرون روسیه صحبت میکرد، گفت که این همه به خاطر فشار بالای اوست که به تاجیکستان برگردد. جمعیف میگوید بعد از بردن عزت امان به دوشنبه بعضی منبع‌ها به او اطلاع دادند که تا روز 1 می او را هم به تاجیکستان استرداد میکنند و از این رو از قلمرو روسیه بیرون شده است. اما فقط جمعیف از همکاران عزت امان تنها نیست که به پیوندانش فشار آوردند. نزدیکان ایدیبک حسنوف، سهرابی جهان، محمد خان ایگاموف، حسین ایشانقلوف مورد بازجویی قرار گرفته به ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته دعوت شده مورد پرسش قرار گرفتند. محمد یوسف پسر عزت امان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد را به خاطر همکاری با پدرش در سازمان مرکزی تاجیکان در روسیه میخواهند به تاجیکستان بیارند. حتی گفته می شود که در پرونده همین عزت امان نام برخی از آنها ذکر شده است. آیا مقامات انتظامی در این باره چی میگویند؟ شما با آنها هم صحبت داشتید؟ بله شالا بعد تلاش‌های زیاد البته توانستیم با یک مقام وزارت کارهای داخلی که به سبب صلاحیت سخنگویی نداشتنش نخواست نامش برده شود گفت دعوت پیوندان آنها برای قضیه عزت امان نبوده است و گفت وقتی آنها را دعوت میکنند میفهمونند و فقط میخواهند که به فرزندانشان در روسیه رسانند که به کار و کسب خود مشغول شوند. دقیقاً این جمله های او را میخوام اینجا بیارم. اگر دانشجو است به تحصیل مشغول باشد، اگر حقوق شناس باشد کاری حقوقی خود را انجام دهد، برای چی در شبکه‌های اجتماعی هر چه خواهند میگویند. این طور گفت. مثلا سهرابی جهان یکی از حامیان حقوق مرکزی تاجیکان گفت با پیوندانش درباره سهراب گفتند که اگر خواندنی رفته باشد به تحصیلش مشغول شود، در شبکه‌ها صورت‌هایی که همراه عزت امان گذاشته است نیست کند، در یک نوار ویدیویی از بابای دانه از خیانتکارها حمایت کرده است، کور کرده پرتوید. کارشناسان این برخورد مقامات دوشنبه را یک نوع فشار و تاثیر رساندن به کار و فعالیتشان در زندگی مهاجران ارزیابی می‌کنند.
تشکر برای صحبت. من یادآور میشوم عزتمون حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد که برای حمایت از حقوق شهروندانش در روسیه کوشش به خرج نمیدهد. سازمان زیر رهبری او همچنین به مهاجران محتاج کمک حقوقی و گاه کمک مالی میرساند. حالا او را در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی در دوشنبه نگاه میدارند. پسرش محمد یوسف خالف میگوید 3 هفته به این طرف امکان ملاقات با پدرش را ندارد. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در استان تجلیل از عید رمضان زمانی که هزاران ساکنان در دوشنبه برای آماده کردن دسترخوان عیدانه به بازارها ریختند، نرخ میوگی و بعضی دیگر انواع خوردنی به مراتب بالا رفت. اقتصاددان ها بر این نظرند که چنین تغییراتی دندون شکن در نرخ‌ها باز هم تلاشی گروه‌های منفعت‌خواه برای به دست آوردن فایده بزرگ میباشد. برای یوسفی به بازار دوشنبه رفت و برای ما تفصیلات می‌دهد. در عرفه عید رمضان یا عید فطر نرخ خوراکواری که ساکنان عادتاً برای دسترخوان عیدانه خریداری می‌کنند به مراتب بالا رفته است. فروشندگان با استفاده از افزایش طلبات نرخ‌ها را بالا می‌برند. خریداران اظهار حیرت می‌کنند و سبب می‌پرسند. آنها از آن ناراضی‌اند که بالروی نرخ و نوا با محصولات داخلی هم تأثیر می‌کند. ولی فروشنده‌ها سبب‌های خود را می‌آورند. برای که آخر گمرک می قیمت های چون نبره گمرک هم میگن با من تو صادرگار خم میرم میکنیم مقصد می پاکازو خم میکنن در تلویزیون دروغا. اما تاجرانی هم هستند که عین همین میوه‌ها را با نرخ‌های روزهای معمولی میفروختند. آنها میگویند نرخ عمده فروشی میوه‌ها مثل روزهای قبلی است، چندان تغییر زیاد نکرده است. زردالو در 12 نمیخواد. شفتالو خاک کردیم کم های نو برومده 20 میلیون. دیگر چی نم گلوس کم 20 مجده است من نرمال نیستیم. یعنی مثلا در عرفه عید شما قیمت نمی نشیده یامی سولیگم چه قیمت نشیده یگون سولا میشه خیلی بعض جوی هست که خیلی گفتم که ممکن کارشون های ممکن بزرگشون قیمت های. اما همین نرخ‌ها نیز برای جیب اکثر ساکنان که با علت پاندمی منابع اصلی درآمد خود را از دست دادند موافق نیست. با گفته اکثر پرسیده شدگان ما برای آراستن یک دسترخوان خاکسارانه عیدانه بیشتر از 1000 سومانی حدود $100 آمریکایی ضرور است. مبلغی را که برای اکثر ساکنان قابل دریافت نیست و زیاد به گوش می رسید که آنها از خریدن برخی از محصولات قیمت خودداری می کنند. بعضی ها حتی تصمیم گرفتند که در این شرایط عموما دسترخوان نآرایند. فقط میوه و سبزیجات قیمت. برای قیمت باید به هر 35 45 این نمیشه این یگان جا باید کرده. گوشت مثلا هر گوشت من همین نرخ پیش بود چه بود پیش رمضان اینم خود هم کرد. این نرخ کی میخره خیلی آدم پول دور میخره آدم به پول نکای 3 4 دلار میخره برای روی دسترخوان خیش داورش میاد. خاک ما همینه. رمضان شد بعد قیمت کم میرم بعد پول کار میکنن. گوشت خیلی که بر وقت خریده بودم تخم نخریدم ولی میوه خریدم قیمت. در 2 روز اخیر ارزش یک قوطی 30 دانگی تخم مرغ تقریبا 5-6 سومانی بالا رفت که برای پخت و پز و آراستن خانه عیدانه از محصولات اصلی به شمار می رود. تاجران تخم هم عیب را بر دوش تولید کنندگان بار می کنند. بینندگان عزیز با همین برنامه امروز رو به پایان میبرم. تشکر از شما که تو این لحظه همراه ما بودید و چون همیشه خبر و گزارش‌های دیگر رو شما میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و گزارش‌های ویدیویی و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشود. یادتان نرود فردا با خبرهای نو در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار هر یک شما.